اگه میخوای تو هم یه همچین موهایی داشته باشی و وقتی که پا تو از خونه میذاری بیرون همه بگیرنت و بگن که چجوری این موها رو به دست آوردی، شامپو چیه، کراتین کردی یا نه، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام بچه‌ها، چطورین؟ من نگینم. خیلی خوش اومدین به چنل من. خب توی این ویدیو قراره 5 تا راز مهم و کم هزینه که باعث میشه موهاتون درخشان‌تر، سالم‌تر، خوشگل‌تر به نظر برسه رو بهتون بگم. خب اولین چیز و به نظر من مهمترین چیز که هممون داریمش، آبه. ببینید بچه‌ها، جدی دارم میگم، من اینو تجربه کردم و خیلی دیدم تو اطرافیانم. ببینید شما میتونید برین گرونترین و بهترین محصولات مراقبت پوستی و مو رو برای خودتون بگیرین، اما تا وقتی که رژیم غذایی مناسب نداشته باشید و آب کافی نخورید، قرار نیست این پوست و این مو سالم باشه و خوب به نظر بیاد. پس رژیم غذایی مناسب و آب خیلی مهمه، خیلی مهمه. دومین چیز که قراره بهتون بگم شونه چوبیه. اون شونه‌های پلاستیکی رو بندازین دور، چون واقعا موهاتون رو خراب میکنه و اصلا خوب نیست. شونه چوبی قشنگ با خیال راحت ازش استفاده کنین و کاملا موهاتون رو سالم نگه میداره و خیلی خوبه. من خودم خیلی راضیم از شونه چوبی، تاثیرش هم دیدم. و یه چیز دیگه راجع به شونه اینه که ببینید شونه هاتون رو شما باید تونتون بشورید و اینکه بعد موهای توش رو تونتون خالی کنید، بعد تونتون بشوریدش و تمیز نگهش دارید. حداقل هفته یه بار باید شونه هاتون رو بشورید. سومین چیز که مطمئنم خیلیاتون شنیدینش، روبالشتی ساتنه. روبالشتی ساتن هم پوستتون رو خوب نگه میداره، هم موهاتون رو، و خیلی خوبه. و اینکه روبالشتیتون رو هفته یه بار حداقل باید بشورید. و روبالشتی اصلا بچه‌ها، روبالشتی کثیف افتضاحه، خودتون تاثیرش رو میبینید. چهارمین چیز و بهترین چیز، واقعا همین الان که موهای من داره میدرخشه، همونطور که دارید میبینید تو دوربین، قبلش من از این استفاده کرده بودم، روغن نارگیل. بچه‌ها من اینو به همه اطرافیانم پیشنهاد دادم، به مامانم، دوستام، همه اطرافیانم، و همشون هم راضی بودن و تاثیرش رو دیدن. و ببین خداست، روغن نارگیل برای نرم شدن موهاتون و اینکه اگه موهاتون وزه، خیلی سریع وزی موتون رو بین میبره. یعنی برای منو که این کارو کرد، من پایین موهام خیلی وز بود، خیلی موخوره داشت و با یه بار استفاده ازش موهام نرم شد، جوری که انگار 10 کیلو نرم کننده ریختم رو موهام، ولی در اصل این بوده. یه روغن دیگه هم که بخوام بهتون پیشنهادش بدم، روغن رزماریه. روغن رزماری برای بلند شدن مو، پرپشت شدن مو خیلی خوبه. این برای نرم شدن و درخشان شدن مو خیلی خوبه. جفتشون عالی هست، من جفتشون رو خیلی دوست داشتم، تاثیر جفتشون خیلی خفن بود. ولی این، ببینید این یه چیز دیگه بود، اصلا توی لول دیگه بودین. و اینم بعد بهتون بگم، روغن نارگیلی که میگیرید باید بوی نارگیل بده. یعنی من روغن نارگیلای دیگه هم که داشتم که بوی نارگیل نمیدادن و بوی روغن معمولی میدادن، ولی خب اونایی که بوی روغن نارگیل میدن خیلی خوبن، خیلی خفن ترن. خب پنجمین چیز و آخرین چیز، آب برنجه. ببینید من تا حالا از آب برنج استفاده نکردم، ولی میدونم که خیلیاتون شنیدین و اینکه من دیدم که اطرافیانم خیلی استفاده کرده بودن و تاثیرش رو دیدن. به نظر خودم هم خیلی خفنه، خودم حتما ازش استفاده میکنم. شما استفاده کنین ازش، بریزید تو اسپری و دیگه تاثیرش رو به منم بگید.
من خودم خیلی شنیدمش، استفادهش کنید ببینید چجوریه. در نظر خودم خیلی خوبه. اینم از ویدیو 5 تا رازی که خب کم هزینه‌ان، هممون داریمش. اون روغنایی هم که بهتون معرفی کردم فقط 50,000 تومان بودن و فوق‌العاده بودن، فوق‌العاده. لازم نیست حتما بریم کرمای چند میلیونی بخرین، با همین چیزا بهترین تاثیر رو میتونین بگیرین. و از همه این 5 تا چیزایی که معرفی کردم مهمترینش گفتم بهتون که مورد اول آب و رژیم غذاییتونه. این از همش مهمتره. اینو اگه رعایت نکنین هر چیزی بزنین به پوست و موتون قرار نیست تاثیرشو ببینین. این از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یه چیز دیگه هم که بخوام بهتون بگم اینه که اگه این چیزا رو دارین استفاده میکنین سعی کنین که برای حال خوبتون استفادهشون کنین. یعنی من الانم که موام خیلی خوب شده باز دارم این چیزا رو استفاده میکنم، نه به خاطر تاثیرش، به خاطر حسی که میگیرم. ببینید اون حسه که به خودت داری میرسی، به خودت اهمیت میدی، خیلی خفنه، خیلی خیلی خوبه. و به خودتون برسین، انقدر سری نرید دنبال نتیجه. همون موقع که دارید میزنین سعی کنین یا آهنگ شاد بذارین، لذت ببرین ازش، حال کنین دیگه، حال کنین. خلاصه مرسی از اینکه این ویدیو رو تا اینجا دیدین. امیدوارم کمکتون کرده باشه. امیدوارم دوستش داشته باشین. همین، خداحافظ.